نعیم ابن حماد خزاعی که استاد امام بخاری رحمت الله علیه بود گفته است می باشد. چی میگن؟ نعیم ابن حماد خزاعی استاد امام بخاری چی میگن؟ این میگه که من شبه الله بخلقه کفر، کسی که الله را با مخلوق تشبیه میکنه این کافر میشه. کسی که الله را با مخلوق تشبیه میکنه کافر است، باید تشبیه نکنه. خب و من جحد ما وصف الله به نفسه فقط کفر. این دیگه مشکل. لیکن عقیده چقدر خطرناک. ما که میگم عقیده بخوانیم درس عقیده بخوانیم، میگه نه ما گلستان میخوانیم، ما بوستان میخوانیم، ما مثنوی میخوانیم، ما فلانی میخوانیم. در گلستان و بوستان مثنوی و دست پای ادبیات بخوان، عقیده که نفهمیدی مشکل برشان پیدا میشه. سعی یه عالم بزرگوار که استاد امام بخاری هست چی میگن؟ من شبه الله بخلقه کفر. اگر کسی الله را تشبیه میکنه با مخلوقش، با هر مخلوقش که باشه، این کافر میشه. و باز میگن و من جحد ما وصف الله به نفسه فقط کفر. و اگر کسی انکار میکنه آنچه را که الله خود به آن توصیف کرده، یعنی در قرآن همون وصف بر خود آورده، گفته یاد الله، گفته و کل شیء حالک الا وجهه، و در اونجا گفته که تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، و گفته که مثلا کلمه استوا را بر خود استعمال کرده و جاء ربک آمدن بر خود نسبت دادن. اینا میگه که اگر کسی تشبیه میکنه او هم کافر میشه، و اگر کسی انکار میکنه از آنچه که الله بر خود نسبت دادن این هم کافر میشه. چقدر سعی گپای دقیق است که علمای بزرگ در قرن اول که خیر القرون هست و این استاد امام بخاری هست این گپا گفتن. ولیس فیما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه. در آنچه که الله خود وصف کرده و یا رسولش وصف کرده میگه هرگز تشبیه وجود نداره. چرا؟ آنچه که الله و رسول به الله بیان داشتن او مربوط به غیب میشه، و آنچه که به مخلوقات است که مربوط به مخلوقات است. پس در بین از یا در قرآن و سنت تشبیه نیست. تشبیه تو کشیدی، این علمای کلام کشیدن، این کسایی که فلسفه را داخل کردن، منطق را داخل کردن، عقل خود را داخل کردن و خواستن که در غیب مداخله بکنن، این گپای تشبیه یا کشیدن. اما در قرآن و سنت چیزی در تشبیه نیست. اینه این عالم میگه فمن اثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. چی میگه یه عالم بزرگوار؟ این قاعده رو بر ما میگه فمن اثبت لله تعالى، کسی که اثبات نمود به الله سبحانه و تعالی ما وردت، آنچه را که وارد شده در آیات صریح و در اخبار، در احادیث صحیح، على الوجه الذي، به او وجه وارد شده که به جلال الله لایق شایسته هست، و نفى عن الله تعالی النقائص، و از الله چیزهایی که نقصان است یا را نفی کرده، فقط سلک سبیل الهدى، اینمی راه هدایت. یعنی راه هدایت بر ما نشان میده استاد امام بخاری نعیم ابن حماد خزاعی رحمه الله میگه که نه تشبیه بکنین، تشبیه صفات الله با صفات مخلوق کفر است. این درس اول. درس دوم میگه کسایی که انکار میکنن صفت از صفات الله را، این هم کفر است. باید انکار هم نکنی، بلکه آنچه که در قرآن و سنت ثابت شده در او تشبیه نیست، پس ما اون را قبول میکنیم، لکن کیفیتش چرا سرش بحث نمیکنیم که او مربوط به غیب است و ما در غیب مداخله نمیکنیم. خلاص.